خودکشی پسر جوان پس از قتل وحشتناک دختر عمو. سرهنگ محمد رستمی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از خیابان‌های شهرستان تالش، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی تالش اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد قاتل پسر عموی مقتول بوده که با استفاده از یک قبضه چاقو با وارد کردن یک ضربه به گردن زن میان سال مرتکب قتل شده است. وی در پایان با اشاره به اینکه قاتل 23 ساله بلافاصله پس از ارتکاب قتل با یک دستگاه خودروی پراید نقره‌ای از صحنه جرم متواری شده بود افزود: قاتل پس از ارتکاب قتل در منزل شخصیش در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان تالش با خوردن سم و حلق‌آویز کردن خود به زندگیش پایان داده است. بنابر بررسی‌های اولیه مشخص شد پسر جوان خواهان ازدواج با دختر مقتول بوده، اما وی راضی به این وصلت نبوده است.